سلام دوستان عزیز، خوش آمدید با یک دانه ویدیو بسیار متفاوتی که خیلی سوالا از ما کرده بودن دوستا و گفته بودن که ما میخوایم توی عرصه ویدیو سوشال میدیا رو شروع کنیم و نمیدانن که کدام دوربین برایشان خوب است، کدام میکروفون خوب است و چه ابزارهای لازم داره. توی از این ویدیو برای شما یک دانه مایک معرفی میکنیم که از نگاه کیفیت، قیمت و همه چیز مناسب است. پس خوش آمدید به کانال موسوی کریتیو. امروز معرفی که میکنم دی جی مایک مینی 2 است که ایرم برای یک از مشتری ها خریدم. برای ما گفته بودن که یکی در نظر بگیرین و خیلی ازش راضی بودن و یکی دیگر هم برایشان گرفتم. دلیلی که ایره انتخاب کردم چی هست؟ دی جی مایک مینی 2 یک از قابلیت هایی که میتونم درشان بگم وزنی که هر کدامشان داره 10 گرمه. 10 گرم یعنی واقعا خیلی کمه. و چیز دیگه ای که مهم است، گیرنده و فرستنده داره 400 متر است در صورتی که جلوش صاف باشه، یعنی هیچ چیزی وجود نداشته باشه تا 400 متر میتونم سیگنال بفرسته و کیفیتش همینجوری میمانه. اما خب بستگی به محیط داره، اگر مثلا یک ذره چی باشه معمولا کمتر است. چقدر شارژ نگه میداره خیلی مهم است. دو تا فرستنده ای که داره معمولا 11.5 ساعت نگه میداره، گیرندهش 10 ساعت حدودا 10 ساعت نگه میداره و کیسی که باش میاد که شما میزنید داخلش میزنید شارژ میکنین تا 40 ساعت هم میتونه نگه بداره. توی پکت برای شما آداپتره که برای گوشی بزنین هم وجود داره، یعنی شما میتونید با دوربین خود به غیر از اون میتونید به گوشی خود وصل کنید، میتونید لایو برین و یا که سوشال میدیا توی تیک تاک، اینستاگرام و جای دیگه که یا ولاگ میگیرین یا که محصول دی جی آی دارین با اونا میتونید کانکت کنین. خیلی خوب است اگر کل محصولتون دی جی آی باشه. اس دی کارت داخل نداره، یعنی هیچ چیزش ضبط نمیشه. نویز ریداکشن هم داره. دور و برتون که خیلی شلوغ باشه، مثلا فکر کنید شما میرین جایی که خیلی سر صدا است، جاده یا که ایونت یا جای دیگه میرین، نویز ریداکشنشو فعال بکنین، یعنی او صدای دور بر شما را میگیره، هضم میکنه و یک از خوبیاش هست. قیمتش خیلی مناسبه، میتونم براتون پیشنهاد بدم. تجربه تا آخر بگوین، ببین چی میکروفون استفاده کنید. بیشترتون اسمارت فون دارین، میخواین برای اسمارت فون میخواین یا که برای دوربین میخواین و بنویسین با بقیه در اشتراک بذارین، شاید در اونا خیلی کمک کنین.